سلام، امروز اومدیم درباره یه سری سوالات درباره HPV و واکسناش با هم صحبت کنیم. اینکه چه واکسنی بزنیم، توی بارداری آیا میشه واکسن بزنیم، آیا فردی که به HPV و زگیل تناسلی مبتلا شده بازم واکسن بزنه یا نه. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا به این سوالات جواب بدم. موضوع اول که خیلی مهمه، غربالگری سرطان سرویکس توی خانم هاست. سرویکس کنسر یک کنسر خیلی شایع در بانوان هست که خیلی کنسر خطرناکی هم هست. برای همین ما یک غربالگری روتین برای سرطان سرویکس داریم. حتما بانوان عزیز این غربالگری رو جدی بگیرن و حتما انجامش بدن. از سن 21 سالگی تا 29 سالگی به صورت روتین هر 3 سال باید بانوان محترم پاپ اسمیر بشن و پاپ اسمیر سیتولوژی براشون انجام بشه. از 30 سالگی به بالا هم در کنار این پاپ اسمیری که انجام میشه باید HPV تستینگ رو هم براشون انجام بشه. حتما باید این غربالگری رو انجام بدین تا از نظر سرطان سرویکس و همینطور ابتلا به ویروس های مثل HPV بررسی بشین، چون خیلی مهمه جدیش بگیرید. یه موردی هم که یادم رفت، از 21 سالگی تا 29 سالگی هر 3 سال باید این پاپ اسمیر انجام بشه و غربالگری، و اما از 30 سالگی به بالا هر 5 سال باید این غربالگری انجام بشه. افرادی هم که واکسن HPV زدن باز هم باید این غربالگری براشون انجام بشه. این نکته هم خیلی مهمه. برای HPV 3 نوع واکسن داریم که واکسن گارداسیل که همون 4 ظرفیتیه و واکسن گارداسیل 9 که 9 ظرفیتیه و یک واکسن 2 ظرفیتی به نام سرواریکس. در آمریکا از سال 2016 فقط واکسن 9 ظرفیتی یعنی همون گارداسیل 9 موجوده و استفاده میشه. اما از بین این 3 واکسن هر 3 تاشون خوب هستن و کارایی خودشون رو دارن. واکسن های 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی باز بهتر از 2 ظرفیتی هستن و بیشتر توصیه میشن. حالا از خودتون پرسیدین چرا واکسن میزنیم؟ چرا واکسن HPV بزنیم؟ علت زدن واکسن HPV چیه؟ من اینجا بهتون میخوام بگم. اما قبلش حتما این ویدیو رو لایک کن و برای دوستات هم بفرست تا اونا هم بدونن چه زمانی باید واکسن HPV بزنن و با چه شرایطی. و زیر این پست اگر تجربه‌ای در این زمینه داری کامنت بذار برامون. حتما هم ما رو سابسکرایب کن. اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما الان وقتشه که انجامش بدی. برای پیشگیری از سرطان، مخصوصا سرطان سرویکس، واژن، وولو و سرطان آلت تناسلی پنیس و سرطان دهانه مقعد و سایر موارد ما در واقع واکسن رو میزنیم. برای پیشگیری از ایجاد و وقوع این کنسرها ما واکسن رو میزنیم. در مورد دوم هم به خاطر اینکه زگیل های تناسلی که ناشی از HPV هستن ایجاد نشن، برای جلوگیری از بروز این زگیل ها واکسن رو میزنیم. در واکسن 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی وقتی تزریق میشن و کارایشون در حد لول اوجشون قرار میگیره باعث میشن جلوگیری کنن از بروز این زگیل ها و هر 3 نوع اون واکسن هایی که گفتم هم در پیشگیری از سرطان موثرن. طبق تحقیقاتی که انجام شده میتونیم بهش اذعان داشته باشیم که سود زدن واکسن در خانم ها بیشتره نسبت به آقایون، چون که خطراتی که در آینده براشون ایجاد میشه بیشتره. همون بحث کنسرهایی که در بحث کنسر سرویکس و تخمدان و بقیه موارد در خانم ها اینها شایع و خیلی هم خطرناکه. برای همین واکسن وقتی بزنیم بیشترین سود رو خانم ها خواهند برد. اما چه زمانی واکسن HPV رو تزریق کنیم؟ بهترین سن برای تزریق واکسن HPV و بهترین زمان برای تزریق واکسن HPV قبل از شروع فعالیت جنسیه، یعنی قبل از شروع رابطه جنسی هستش. پس بهترین موقعی که ما میتونیم یک در واقع اثر بخشی از واکسن HPV داشته باشیم قبل از شروع رابطه جنسی. از نظر سنی بخوایم بگیم به 2 قسمت تقسیم میشه. سن 26 سال و کمتر که توی سنین 26 سال و کمتر در سن 11 و 12 سالگی خیلی توصیه میشه به زدن واکسن HPV. حتی از 9 سالگی بعضی از رفرنس ها گفتن که واکسن رو بزنید و خیلی مهم و مفیده. پس همینجا یه نکته بهتون بگم، اگه میخواین یه هدیه ارزشمند به فرزندانتون و نسل آینده بدین، اونها رو تشویق کنید که برن واکسن HPV رو بزنن و این واکسن رو برای بچه‌هاتون تهیه کنید تا از بحث بیماری‌های مربوط به اون در آینده ایمن بشه. اما افراد بین 13 تا 26 سال هم یا واکسیناسیونشون رو دوره‌شو تکمیل نکردن یا اصلا واکسن نزدن، حتما توصیه به زدن واکسن میشه در این افراد و اون رو جدی بگیرید. اما سنین بالای 26 سال زیاد دیگه توصیه به
در واقع زدن واکسن نیست، اما باز هم میگن که زدنش در واقع تاثیرگذاری خودش رو در حد کم داره. چرا حالا 26 سال به بالا؟ چون دیگه در سنین 26 سال به بالا این افراد احتمال زیاد در معرض در واقع ویروس HPV بودن و در واقع مبتلا شده باشن. اما دو گروه از افراد جامعه در سنین بالای 26 سال اگر هنوز واکسینه نشدن حتما واکسنشون رو بزنن. اون دو گروه چیه به نظرتون؟ تو کامنت ها بگین. گروه اول افرادی هستن که رابطه جنسی تا به حال نداشتن یا تعداد پارتنر بسیار کمی داشتن، در حد یک پارتنر یا دو پارتنر. و گروه دوم افرادی هستن که در معرض بخار کرایوتراپی یا سوزوندن این زیگیل ها بسیار زیاد قرار دارن. اونها هم حتما باید بر علیه این ویروس واکسینه بشن. پس از ابتلا هم آیا زدن واکسن مؤثره؟ طبق تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن و مقالات معتبری که موجوده، بله. باز هم اثر بخشی واکسن بسیار زیاده و توصیه به زدن واکسن میشه. چرا؟ به 3 دلیلی که الان بهتون میگم. اولی، پیشگیری میکنه از ابتلا به سایر انواع HPV. حتما میدونین که ویروس HPV حدود 200 نوع مختلف داره. از انواع کم خطرتر تا انواع پرخطرتر که به سمت سرطان میتونن در واقع پیشرفت کنن. وقتی ما به HPV مبتلا میشیم، اگر باز هم واکسن بزنیم، این واکسن باعث میشه که جلوگیری کنه از ابتلا به سایر سویه ها و انواع HPV. دومین علتی که میگم پس از ابتلا باز هم واکسن کارایی داره اینه که باعث کاهش انتقال عفونت HPV به سایرین میشه. یعنی وقتی که ما یک فردی هستیم که HPV داریم، اگر واکسن بزنیم این باعث میشه که به همسرمون، پارتنرهامون و بقیه افرادی که در خانواده هستن احتمال انتقالش رو کاهش بدیم از سمت خودمون. پس حتما بازم واکسن. سومین علت اینه که سیستم ایمنیمون رو تقویت میکنه و باعث میشه که بتونه سیستم ایمنی با این ویروس مبارزه کنه. پس خیلی مهمه. توی مجلات معتبر مثل پابمد و اینها مقالات بسیار زیادی در این زمینه که بیماران مبتلا به HPV با زدن واکسن بهتر جواب دادن و در واقع اون پیشاگهی بیماریشون بهتر بوده. سوال بعدی اینه که از نظر تعداد دوزی که باید تزریق کنیم به چه صورت هست واکسن HPV و اینکه فاصله بین دوزها چجوری باید باشه. به 2 دسته تقسیم بندی میشن: زیر 15 سال و بالای 15 سال. افرادی که زیر 15 سال هستن توصیه میشه که 2 دوز بزنن و این فاصله بین دوزها 6 ماه حداقل باشه. ولی افرادی که بالای 15 سال سن دارن توصیه میشه که 3 دوز بزنن و فاصله بین دوزها به صورت 0-1-6. یعنی الان که دوز اول رو میزنید، دوز دوم رو 1 ماه بعد و دوز سوم رو 6 ماه بعد تزریق کنید. و افرادی که نقص ایمنی دارن و سیستم ایمنیشون ضعیفه، حتما فارغ از اینکه زیر 15 سال سن دارن یا بالای 15 سال سن دارن، حتما باید 3 دوز رو به صورت کامل تزریق کنن. و سوال بعدی این که آیا واکسن HPV رو میشه توی دوران بارداری تزریق کرد؟ جواب این سوال اینه که هرگز. خاطر اینکه واکسن HPV یک ویروس زنده ضعیف شده است. وقتی در شرایطی مثل حاملگی ما این ویروس رو وارد بدن مادر باردار بکنیم، ممکنه باعث مشکلاتی برای مادر و جنین داخل شکمش بشه. برای همین زدن واکسن رو در حاملگی اصلا ممنوعه و اینکه قبل از حاملگی یا پس از زایمان میتونید واکسن HPV رو بزنید. و خیلی متشکرم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی. اگه سوالی دارین تو کامنت ها حتما بپرسید. کانال دکتر موبا رو هم سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوی بعدی ما باشید.